پس از دعوت علنی پیامبر صلی الله و اعلام بی‌پرده پیام وحی به مردم مکه، فضای شهر تغییر کرد. تا پیش از این قریش دعوت محمد را موضوعی خانوادگی و محدود به نزدیکانش می‌دانستند، اما حالا او بی‌پروا در برابر همه ایستاده بود و مردم را به ترک بت‌ها و پرستش خدای یگانه فرا می‌خواند. با بلند شدن صدای توحید، خشم بزرگان قریش شعله‌ور شد. آنان که جایگاهشان در جامعه وابسته به بت‌ها، نذرها و احترام‌های خرافی بود، این دعوت را تهدیدی جدی برای قدرت و نفوذ خود می‌دیدند. از همین جا بود که آزار و اذیت‌ها آغاز شد، نه از سوی غریبه ها بلکه از طرف خویشان و همسایگان. در نخست با تحقیر و تمسخر آغاز کردند. پیامبر صلی الله را شاعر، جادوگر و دیوانه خواندند. برخی آیات قرآن به همین تهمت‌ها پاسخ می‌دهد، اما وقتی دیدند نه او خاموش می‌شود و نه یاران اندکش از او دست می‌کشند، زبان به تهدید گشودند. یکی از پیشگامان این دشمنی ابولهب عموی پیامبر بود. او که انتظار داشت محمد از دعوتش دست بکشد، اکنون می‌دید که دعوت علنی شده و او خود نیز یکی از مخاطبان آن است. در یکی از مجالس عمومی که پیامبر مردم را به خدا دعوت می‌کرد، ابولهب با خشم فریاد زد: نابود شوی ای محمد، آیا برای همین ما را گرد آوردی؟ و پاسخ این توهین نه از زبان پیامبر بلکه با آیات خدا نازل شد. سوره کوچک اما کوبنده. در آن روز وحی پاسخ خشم را داد و ابولهب را برای همیشه در تاریخ با این آیات ماندگار کرد. در همین زمان آزار یاران پیامبر نیز آغاز شد. نخستین مؤمنان که اغلب از طبقه فقیر و بردگان بودند، هدف شکنجه‌های بیرحمانه قرار گرفتند. از جمله آنان بلال ابن رباح، برده حبشی که با ایمانش ارباب مشرکش امیه ابن خلف را خشمگین کرد. بلال را در گرمای سوزان مکه به زمین داغ میانداختند و سنگی سنگین بر سینه‌اش می‌نهادند، اما او تنها یک کلمه میگفت: احدون احدون، یعنی خدا یکی است، یکی است. در کنار او مؤمنانی چون یاسر و سمیه، پدر و مادر عمار، جان خود را در راه ایمان فدا کردند. سمیه اولین شهید زن اسلام شد وقتی که با نیزه شکم او را دریدند و یاسر نیز در شکنجه جان داد. و پیامبر هرگاه از کنارشان می‌گذشت با اندوه می‌فرمود: صبر پیشه کنید ای خاندان یاسر، همانا وعدگاه شما بهشت است. اما در میان این همه تاریکی، اسطوری از امید نیز روشن بود، چرا که هنوز بزرگانی در میان قریش بودند که ایمان نیاورده اما دلشان لرزیده بود. در میان طوفان شکنجه‌ها و تهدیدها، پیامبر هیچگاه از دعوتش دست نکشید. با چهره‌ای آرام و کلامی روشن از کوچه‌های مکه عبور می‌کرد، به بازار می‌رفت، در مواسم حج با قبایل سخن می‌گفت و با هر کس که آماده شنیدن بود درباره توحید و عدالت حرف می‌زد. اما هر روزی که می‌گذشت دشمنی قریش بیشتر می‌شد. بزرگانشان گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که کاری جدی انجام دهند. یکی از آنان عتبه ابن ربیعه از افراد سرشناس و باهوش قریش بود. او را نزد پیامبر فرستادند تا با وعده‌های بزرگ او را از دعوتش منصرف کند. عتبه با احترام نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد، تو در میان ما جایگاه و نسب بلندی داری. حالا کاری کرده ای که قوم را از هم پراکنده کرده ای. اگر هدف از ثروت است، ما مال جمع می‌کنیم و ثروتمندت می‌کنیم. اگر پادشاهی می‌خواهی، تو را پادشاه عرب می‌کنیم. اگر بیماری داری، طبیب می‌آوریم. فقط این دعوت را رها کن. پیامبر با آرامش فرمود: آیا گفتارت تمام شد؟ عتبه گفت: آری. پس پیامبر شروع کرد به خواندن آیات آغازین سوره فصلت و وقتی به آیه سجده رسید، پیامبر سجده کرد. عتبه که در سکوت گوش داده بود بدون هیچ کلامی برگشت. وقتی به قریش رسید، تنها جمله‌ای که گفت این بود: من از او چیزی شنیدم که هرگز مانندش نشنیدم. سوگند به خدا این شعر نیست، جادو نیست، به حال خود رهایش کنید. اگر عرب را شکست دهد شما نجات می‌یابید و اگر شکست خورد کارش تمام است. اما قریش نپذیرفتند و آزارها ادامه یافت. در این میان دو اتفاق بزرگ امید را در دل مؤمنان زنده کرد. اول اسلام آوردن حمزه بن عبدالمطلب، عموی شجاع پیامبر بود. روزی ابوجهل در برابر کعبه به پیامبر توهین کرد و او را آزار داد. وقتی حمزه شنید، با خشم به مسجد الحرام رفت، کمانش را برداشت و بر سوی ابوجهل کوبید و در همان لحظه بی مقدمه گفت: من بر دین محمدم. و این گونه یکی از دلاورترین مردان عرب به جمع مؤمنان پیوست. و دوم که از آن هم بزرگتر بود، اسلام آوردن عمر بن خطاب بود. عمر دشمنی سرسخت برای مسلمانان بود. شمشیر به دست گرفت تا پیامبر را بکشد، اما در راه فهمید که خواهرش فاطمه بنت خطاب و شوهرش سعید بن زید مسلمان شده‌اند. با خشم وارد خانه‌شان شد. درگیری بالا گرفت. فاطمه زخمی شد ولی ایمانش را پنهان نکرد.
عمر که از استواری خواهرش لرزیده بود از آنها خواست تا قرآن بخوانند. وقتی آیات آغازین سوره طه را شنید قلبش لرزید. او با همان شمشیر این بار راهی خانه ارقم ابن ابی ارقم شد، جایی که پیامبر و یارانش پنهان بودند، اما نه برای جنگ بلکه برای ایمان. و همانجا اسلام آوردن عمر چنان شور و قدرتی به مسلمانان داد که از آن روز برای نخستین بار نماز جماعت را به صورت علنی کنار کعبه برگزار کردند. با اسلام حمزه و عمر مسلمانان دیگر احساس تنهایی نمی‌کردند. دو پشتیبان قوی به آنها اضافه شده بود. اما قریش که حالا از نفوذ روزافزون اسلام نگران‌تر شده بود، تصمیم گرفت وارد مرحله‌ای سخت‌تر از دشمنی شود.